منفورترین یوتیوبر دنیا. خیلیاتون اسم ماینکرافت به گوشتون خورده و یا حتی برای یک بار هم که شده پلیش دادین. خب دیریم یکی از یوتیوبرهای معروف ماینکرافت بوده که ویوهای خیلی بالایی داشته، کلی طرفدار داشته و کلی آدم منتظر ویدیوی جدیدش بودن، تا اینکه دیدیم تصمیم میگیره فیس ریویو کنه و صورتش رو نشون بده. قبل فیس ریویو اون کلی حاشیه برای صورتش درست میکنه و با یوتیوبرهای دیگه ویدیو کال میکنه، جوری که طرفداراش انتظار صورت خیلی خفن، بدن خفن و غیره داشتن. این قضیه خیلی میترکونه تو یوتیوب و همه میخواستن ببینن صورت دیریم چه شکلیه و بعد از زمان زیادی اون بالاخره فیس ریویو میکنه و مشخص میشه که اون چهره کاملا عادی داشته. از همونجا بوده که کلی درام براش پیش میاد و از این داستان یک سال میگذره. حالا دیریم از 50 میلیون ویو رسیده به 4 میلیون ویو. نظر شما چیه؟ لایک و کامنت هم فراموش نشه. خیلی مخلصم.